سلام دوستان، اینجا دیفای تریدره. من امینم. به مجموعه دمیننس خوش اومدین. همونطوری که از کاور هم پیدا بود، میخوام که به زبان تحلیل دیتا یه صحبتایی در مورد مارکت باهاتون داشته باشم، ببینیم که وضعیت بلا تکلیف الان مارکت چیه، رنج نزولیه یا صعودی. اگر این محتوا رو میپسندین همراه من باشین. وضعیت مارکت خیلی جالبه. از یه طرف با فشار فروش ماینرها مواجه هستیم و از اون طرف هم فشار خریدی که در مارکت میتونه به وجود بیاد. محتوای جالبی براتون آماده کردم، با هم دیگه سراغ اونها خواهیم رفت. فکر میکنم که توی چند روز گذشته شما هم اگر به بازار نگاهی انداخته باشین، بازار بیت کوین و دمیننسش رو اگر یه نگاهی انداخته باشین، میبینید که واقعا هم بیت کوین در آستانه یه انفجاره، هم به ظاهر در آستانه یه فروپاشی روانی عظیمه که دیگه بیت کوین نمیتونه حرکت بکنه. در واقع هر وقت ما دیدیم بیت کوین به سقف‌های بزرگی دست پیدا کرده، تا مدت‌ها زیر اون سقف مونده و بعد حرکات بزرگ خودش رو در کمال ناباوری شروع کرده. اگر شما هنوز باور دارید که مارکت صعودیه، شاید هنوز زمانش فرا نرسیده باشه که مارکت بخواد حرکات رو به بالا داشته باشه. بیایید ببینیم که واقعا دیتایی که مبتنی بر قیمت هستش در مورد این موضوع چی میگه. هر زمان ما در مورد تحلیل تکنیکال بازار صحبت بکنیم، ولی یه نگاهی به چارت میکنیم و بعد میگیم که بر اساس قیمتایی که داره گزارش میشه، ببینید قیمتایی که تجربه میشه، نه، بر اساس قیمتایی که داره گزارش میشه و همینطور اندیکاتورهایی که داره به ما میگه که رفتار مصرف کننده، رفتار تریدر، رفتار معامله‌گر در مقابل قیمت‌ها این هستش و تصمیمات احتمالیشون اینه. کلمتون توضیح میدم باگاش کجاست. هر وقت این تحلیل تکنیکال به ما همچین چیزی رو نشون میده، ما میتونیم بگیم که روی چارت همچین رفتارهایی محتمله، یعنی بر اساس A و B، C، D، E، F میتونن جزو گزینه‌های ما باشن که معمولا تحلیل تکنیکال میتونه برای ما خیلی سودآوری هم در معامله‌گری ایجاد بکنه. اما حرف اول رو دیتای فاندامنتال میزنه و دیتای فاندامنتال از آینده حکایت میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما نمیدونیم که دیتای فاندامنتال چی به ما میگه. اما این وسط یه چیز دیگه هم هستش. روان جمعیتی که در حال تجربه قیمت‌های مختلف مارکته چه چیزی داره ما میگه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر هولدر بیت کوین باشی، یعنی قبلا خریدات رو انجام دادی، فکر می‌کنید که روی شما روی $60,000 خرید کردی. اوکی؟ من میرم که روی چارت اینو بهتون نشون بدم جالب‌تر هم باشه. ببینید که چه چیزی اینجا برای من و شما تو این صحبت‌ها میتونه به دست بیاد. فکر می‌کنید که شما تو این محدوده خرید کردیم. این محدوده رو به عنوان محدوده خرید خودتون در نظر بگیرید. تا اینجا صحیح؟ قیمت مارکت افزایش پیدا کرده و شما این قیمت رو به چشم دیدین. دفعه بعدی که به اینجا ورود کرده شما چه تصمیمی گرفتین؟ احتمالاً با خودتون تصور میکنید که وای همچین قیمتی دوباره به دست نمیاد، من همینجا میتونم فروشنده باشم. میاد سودآوری خودتون رو از همینجا حساب میکنید. مثلا شما توی 50% سود هستین. بله، چه عدد خیلی بزرگی، واقعا خیلی جالب و جذاب شد روی بیت کوین. بله، شما مثلا توی 69-70 خریدین و نزدیک به 50% توی سودآوری هستین. $36,000 بله شما سود کردین روی $60,000 بیت کوینی که خریداری کردین. تا اینجا صحیح همه چی؟ بعد این عدد میاد پایین‌تر، اینجا شما یه فشار روانی رو تجربه میکنید. چرا؟ چون سرمایه‌ای که شما در اختیارتون بودش الان 16% سود از دست داده و در کل سود 50% شما شده 30%. شما در اصل 20% سود از دست دادین، سود محتمل نشده. درسته؟ چون شما اینجا فروشنده نبودید. وقتی دفعه دوم قیمت به سمت اینجا حرکت بکنه، شما دوباره دچار یک بازی روانی با خودتون میشید که چیکار بکنم چیکار نکنم. آیا دوباره منتظر 16% ضرر هستین که بعد در بالاتر فروش بزنید یا نه؟ اگر دفعه دوم به اینجا ورود بکنه، دفعه سوم به اینجا ورود بکنه، شما احتمال میدید که فروشنده خواهید بود در دفعه بعدی که قیمت به این بالا حرکت بکنه. اما یه احتمال دیگه هم وجود داره. اگر این قیمت ها به پایینتر حرکت بکنن، شما به پولتون نیاز پیدا بکنید، یک فشار دیگه از جای دیگه به شما بیاد، شما احتمالاً ببینید که وقتی قیمت در این محدوده میخواد که طولش بده و توانی برای حرکت به سمت بالا نداشته باشه، احتمالاً شما به این 30% فروش راضی باشید. به این اتفاقی که الان در موردش صحبت کردم یه لحظه فکر بکنید، به این اتفاق فکر بکنید. چه چیزی رخ میده؟ کسالت در مارکت رخ میده که بهش میگن رنج مارکت، یعنی محدوده‌ای که نه پایین میاد نه بالا میره و نشونی از کسالت و کرختی و به هم ریختگی و بلا تکلیفی و عدم تصمیم قطعیه. در واقع شما دارید با یه آدم مردد صحبت میکنید که همه جوره شما رو منتفی میکنه از هر تصمیمی که بخواید بگیرید. درسته؟ ببین صحبت چقدر با این آدم چالشیه. کسی که هر چیزی که بهش بگی یک بهونه‌ای برای نفی اون موضوع سراغ داره. یعنی کسی که به همه شکل از خودش دست کشیده و دیگه اصلا تمایلی به این که یک گامی برداره نداره. این وضعیت وقتی در مارکت پیش میاد،
گاهی اوقات ما رو آماده این میکنه که افراد کم حوصله، افرادی که هولدر واقعی نیستن، از مارکت خارج بشن تا پرافیتی که از خروج اونها تحت عنوان ضرر برای سودآوری آینده مارکت به دست میاد توی جیب هولدرهایی بره که حوصله بودن توی مارکت رو دارن. اگر این صحبت ها براتون یک کوچولو آشناست بهتون تبریک میگم. احتمالاً شما هم چنین تجربیاتی داشتید قبلا و فکر میکنم که الان یاد گرفتین که تایم خوبی برای هولدر بودن در مارکت. به چه علت؟ با اینکه قیافه مارکت داره به ما میگه که فعلا نشونه‌هایی از صعود عجیب غریب در روند بیت کوین و نزول دامیننس بیت کوین نیستش. وقتی بیت کوین حرکت جهشی رو به بالا داشته باشه ما انتظار داریم و میپسندیم که دامیننس اون کاهشی بشه. تحلیل‌های قبلیمون که از همین ناحیه داشت به ما شکست رو نشون میداد منقضی شده و ما دیگه داریم در نظر میگیریم که دامیننس بیت کوین به این سقف اگر رسید و ردش کرد باید انتظار داشته باشیم که شاید دوباره به این ناحیه که سقف کانالی که الان درست کرده برسه. یک باری به سقف کانال رسید و تا کف اون ریزش کرد. اگر دفعه دوم به سقف کانال بخواد برسه شاید ما انتظار اینو داشته باشیم که بعد از این آب تستی که داره انجام میده ریزش نهایی صورت بگیره. پس ما باید منتظر یک صعود دیگه از دامیننس بیت کوین باشیم. اما آیا این اتفاق میتونه رخ بده؟ بیاید یه سری داده دیگر رو بررسی بکنیم. اگر این اتفاق رقم بخوره چقدر ریزش جدید توی مارکت رقم میخوره؟ ببینید وان الان تو کف خودشه، دیگه جایی واسه پایین رفتن نداره. ارز ترامپ همینطور. این ارزهای جدیدی هستن که اومدن، ولی توتال رو ببینید. توتال حتی به 750 میلیارد دلار هم رسید. خدای بزرگ، ارزش 1.16 تقریبا رسیده به 750 میلیون دلار. 250 350 400 میلیون دلار تقریبا از ارزش مارکت. 400 میلیارد دلار، من اصلاح بکنم، 450 میلیارد دلار، 400 میلیارد دلار از ارزش مارکت کاسته شد. خیلی عدد بزرگیه. ببینید 35% از کل ارزش بازار از دست رفت. اعدادی که اصلا هیچ کس تصورش نمی‌کرد که رقم بخوره. اما یه چیز جالب‌تر بهتون بگم، این کرشی که توی مارکت رقم خورد با کرش دوران کووید و FTX هم برابری میکنه که چه بسا بیشتر از اون هم از مارکت لیکوید گرفته باشه. این دیتا ها داره به ما میگه که یک لیکویدیشن عظیم رقم خورد تا اینکه مارکت سبک بشه. همین الان هم ما میتونیم انتظار یه ریزش دیگر رو از بیت کوین داشته باشیم. به چه علت؟ بیاید داده های کریپتو کوانت رو با هم دیگه نگاهی بندازیم. قول داده بودم که به زبان دیتا، به زبان داده ها صحبت بکنیم. اسلایدی که اینجا دارید میبینید در مورد یه لیکویدیشن خیلی بزرگ برای ما صحبت میکنه. میگه که در این محدوده تقریبا ما یه شاخص خیلی بزرگ رو تجربه کردیم. شاخص بسیار بزرگی در لانگ لیکویدیشن. بله، به USD تقریبا برابر با 180 میلیون دلار فقط در یه سینگل کندل لیکویدیشن در مارکت رقم خورده. حجم عجیبی از لیکویدیشن در قیمت 95,000 دلاری که بیت کوین به واسطه ریزشی که از 103,000 دلار تجربه کرد. اما کل لیکویدیشن والیوم در تمام مارکت به گفته یکی از کسایی که رهبر صرافی بزرگ بایبیته که جزو تاپ 10 جهان، جزو تاپ 5 جهان معمولا، گفته بودش که فقط در صرافی ما لیکویدیشن 2 میلیارد دلار بوده، یعنی پول رفته تو جیب بایبیت، و در کل حجم لیکویدیشن مارکت تقریبا در تمام صرافی ها میتونه بیشتر از 10-15 میلیارد دلار هم باشه. 15 رو من خودم بهش اضافه کردم و ایشون گفته بود 10-12 میلیارد دلار حداقل حجم لیکویدیشنه. اگر به این حجم از لیکویدیشن یه نگاه دقیق‌تری بندازیم متوجه میشیم که وحشت خیلی از افراد رو فرا گرفت. خیلی از پوزیشن هایی که قبلا توی 300 400 500% سود هم بودن دوباره به نقطه صفر که برگشتن هیچ. در خیلی از اونها هم همین الان هولدرها توی ضرر هستن. اوپی ها احتمالاً توی ضرر هستن، آربیترام توی ضرر هستش، فایلکوین توی ضرره، مثلا ارزی مثل یونیسوپ توی ضرر نیستش. سولانا خیلی سریع تونست ریکاوری بکنه. ریپل یک جورایی ریکاوری خیلی خوبی انجام داده، ولی ETH در وضعیت بحرانجی به سر میبره. اینها نشون میده روی آلت کوین ها حتی هولدرهای بلند مدت هم توی ضرر عجیب غریبی قرار دارن و ممکن هست که شرایط ادامه پیدا بکنه و اونها هم بشن فروشنده. وقتی فروش رقم بخوره پول جدیدی برای ورود مجدد به مارکت میتونه فراهم بشه. این یعنی چی؟ یعنی باید مارکت حرکت بکنه و کاربران دوباره بیان دست به خرید بزنن، حتی اگر قبلا توی ضرر بودن. برای جبران ضرر و این بازی برد، آتش وینینگ، غریزه بردن، شکار میتونه دوباره باعث بشه که پول به مارکت برگرده، ولی اون موقع دوباره دیره. یه دیتای دیگه رو با هم دیگه ببینیم. کریپتو کوانت داره میگه چی؟ میگه که قبلا وقتی بیت کوین ریزش کرده از نظر اوپن اینترست تقریبا ما شاهد این بودیم که یه روند رشدی رو تجربه کردیم. بعد از اون دوباره آیا این اتفاق افتاده؟
اگر دوباره ما یه روند ریزشی رو توی بیت کوین دیدیم از نظر اوپن اینترست، ببینید اوپن اینترست خط بنفش رنگه داره میگه وقتی اوپن اینترست خیلی ریزش کرد دوباره بعد از اون حرکات صعودی بیت کوین شروع شد و وقتی که اوپن اینترست از سقف قیمتی بیت کوین هم بیشتر شد روی چارت در این همسانسازی ما شاهد این بودیم که بیت کوین ریزش عجیب غریبی رو تجربه کرد و دوباره شاخص اوپن اینترست سقوط کرده. وقتی سقوط در اوپن اینترست رقم بخوره مارکت آماده حرکته. یعنی چی؟ یعنی ما با یه مارکت سبک طرفیم. من موافق این چارت هستم. یه چیز دیگر رو هم اینجا ببینیم. ما یه شاخصی داریم به اسم کوین بیس پریمیوم گپ. این داره در مورد این موضوع صحبت میکنه که هر وقت این گپ مثبت بشه احتمالاً قیمت بیت کوین هم میتونه کاهشی بشه، ولی در هر صورت وقتی این گپ مثبت بشه یعنی دست به خرید بودن آمریکایی ها در صرافی کوین بیس ایالات متحده نسبت به کل جهان از نظر میانگین خرید داره بیشتر میشه و آمریکایی ها دوست دارن که خرید انجام بدن. خب بخشی از این آمریکایی ها بیگ بویز هستن، کسایی که پول های گنده دارن که ما در مارکت کریپتو بهشون میگیم نهنگ ها در دنیای فارکس به اسم بیگ بوی شناخته میشن و در دنیای کریپتو به اسم وال یا نهنگ. بله نهنگ ها احتمالاً دست به خریدهای خوبی زدن. همین الان هم پسر ترامپ یه توییت زده گفته که بیت کوین بخرید. سازمان خودشون اتریوم میخره، بلک راک بیت کوین و اتریوم میخره، مارکت سیلور توی استراتژی داره بیت کوین میخره. اینها رو کنار هم دیگه قرار بدیم داره نشونه صعودی بودن مارکت شروع میشه. یه نشونه دیگه که اتفاقا یه وقفه‌ای در صعودی بودن مارکت میخواد رقم بزنه چیزی هستش به نام درآمد ماینرها از استخراج بیت کوین. چیزی که اینجا به عنوان یه حبابی برای ما تصویری شده داره میگه چی؟ میگه که الان ماینرها آندرپیدن. یعنی چی؟ یعنی توی ضرر هستن. ماینرها با استخراج بیت کوین مزد خودشون رو همین الان دریافت نمیکنن. اینجا میتونید توی تصویر ببینید هر وقت قرمز بوده اوورپید بوده، هر وقت نارنجی بوده اوورپید بوده، هر وقت خاکستری بوده فیر بوده یعنی منصفانه بوده، اما وقتی سفید بوده آندرپید بوده. ببینید نقاط سفید رنگ اینجا میتونید ببینیدش. و زمانی که این موضوع آبی رنگه یعنی در وضعیت بحرانی بیت کوین قرار داریم. یعنی چی؟ یعنی ماینرها مجبور هستن که دست به فروش بزنن. اینجا رو ببینید وقتی دست به فروش زدن بیت کوین رشد کرده. اینجا هم همینطور، اینجا هم همینطور، اینجا هم دوباره همینطور. اما اینجا نه. اینجا وضعیتشون مناسب بوده. اینجا دوباره وضعیت بغرنج ماینرها شروع شده. این یعنی چی؟ یعنی اگر همین الان ماینرها دست به فروش بزنن قیمت بیت کوین میتونه کاهشی بشه. یعنی دوباره میتونیم در نظر بگیریم تا سطح $90,000 این موضوع ادامه پیدا بکنه. اما بعد از این باید شاهد این باشیم که بیت کوین دوباره خریدار خودش رو داشته باشه. ناپدید شدن بیت کوین از صرافی ها یعنی ما داریم تقاضای شدیدتری برای بیت کوین تجربه می‌کنیم. این یعنی چی؟ یعنی دوباره باید ماینرها دست بزنن به استخراج بیت کوین و برای اینکه این کارو مجاب بشن انجام بدن ناخودآگاه جمعی تقاضا برای بیت کوین رو افزایش میده. تقاضا برای بیت کوین نیازمند ماینینگ و ماینینگی که واسش نمیصرفه بیت کوین استخراج نمیکنه. توی این حرکت ناخودآگاه جمعی قیمت بیت کوین مجبور هست افزایش پیدا بکنه. به همین سادگی. یه چیز خیلی جالب و جذاب رو همین الان با هم دیگه یاد گرفتیم. وقتی ماینرها دست به فروش بزنن قیمت بیت کوین میریزه. وقتی بیت کوین ارزون بشه خریدار واسش پیدا میشه. وقتی خریدار واسش پیدا بشه بیت کوین افزایش پیدا میکنه. همین افزایش دوباره ماینرها رو به داستان برمیگردونه. آیا این باعث ضرر صنعت ماینینگ نمیشه؟ نه، چون ماینرها قبلا سود خودشون رو برداشت کردن، در لحظه فعلی به ازای برداشت بیت کوین دچار ضرر هستن. یعنی چی؟ یعنی ماینر جدید بیت کوین هم باید بیاد ضرر به جون بخره اگر میخواد وارد مارکت بشه. این یعنی چی؟ یعنی دوباره تزریق سرمایه به بازار بیت کوین. با همین مکانیزم خیلی ساده ما داریم در مورد یه امپراتوری صحبت می‌کنیم به اسم بیت کوین که در آینده همه ما رو از لوای دیکتاتور اقتصادی نجات خواهد داد. در مورد اقتصاد السالوادور هم براتون ویدیو رکورد خواهم کرد که بدونید داستان چقدر میتونه جالب و جذاب بشه. همین الان هم ماینینگ دیفیکالتی یا سختی استخراج در اوج خودش قرار داره. میبینید چارت رو و بیت کوین پرایس هم الان به اون محدوده رسیده که بخواد جبران بکنه، ولی دوباره ریزشیه. همین ریزشی بودن یعنی ماینرها همین الان در حال ضرردهی هستن. بنابراین برای جبران دو تا اتفاق پیش روشون رقم میخوره، یا اینکه بیت کوین بفروشن، بیت کوین بیاد پایین دوباره حرکت کنه بالا، یا اینکه بیت کوین به بالا حرکت بکنه. پس ما در یک مقطعی داریم صحبت میکنیم که بیت کوین هیچ چاره‌ای جز بالا رفتن نداره. ضرردهی ماینرها از همینجا شروع شده، ولی به زودی بعد از هر دوره قرمزی دوباره سبزها شروع میشن. اگر این مدت قرمز رنگش هم خیلی طول نکشه، دوباره شاهد رشد قیمت بیت کوین و سودآوری ماینرها خواهیم بودش. امیدوارم که این دیتا به کارتون اومده باشه و همین الان بهتون این سیگنال رو داده باشه که بیت کوین میتونه یه مدت دیگه پایین‌تر بیاد، یه مدت رنج بزنه و بعد از اون حرکات صعودی خودش رو هم استارت بزنه. یادت نره بیت کوین گاهی وقتا برای تکرار حرکات تاریخی خودش
گوشش به هیچ کس و هیچ چیزی بدهکار نیستش. دوران جنگ سوریه رو یادتون میاد که بیت کوین چقدر راحت به اهداف $100,000 دست پیدا کرد. در زمانه جدید اگر بیت کوین دوباره بخواد حرکتی رقم بزنه، گوشش بدهکار هیچ کسی در مارکت نخواهد بود. امیدوارم که دیتا واسط مفید بوده باشه و لایک باشه. یادت نره که ویدیو رو لایکش بکنید. دمت گرم. بدرود.